Dost. Salam aleyküm. İnsəfəli hidayətim. Dostlar, burada hava çox istidir. Nəfəs çəkmək zor olur. Umarım hər şey sizin istədiyiniz kimi olsun. Sağlıq, səlamətliklə olasınız. Farsca keçək danışaq. Çünki kitablarımız türkçədə oxuduğumuz. Bismillahirrahmanirrahیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 123 مهندسی جهر رو با تورق و آشنایی با یک کتاب دیگر ترکی تاریخی دستنوشته خطی قدیمی آغاز میکنم. میریم بخش دانلود که هفته گذشته کتاب‌هایی رو دانلود کردیم. 2 روز پیش، 2 جلسه قبل کتاب‌هایی رو دانلود کردیم که میبینید این کتاب‌ها رو از این بالا تا این پایین رو هفته گذشته دانلود کردیم و جلسه قبل آتابابالار söz رو خوندیم که خیلی جالب بود. واقعا خیلی جالب بود برای من رو با آتابابالار sözü آشتی داد. نرمالش بر اینه که خیلی به اینها کتاب هایی که به این زمینه نوشته میشد خیلی علاقه نشون نمیدادم، ولی با این کتاب خیلی خوشمون آمد که با این کتاب آشنا شدیم. کتابی که امروز باز میکنیم اسمش از غزلیات، 412 صفحه. ببینیم که این چی هست و این رو بزرگش میکنیم و کتاب در صفحه جا میگیره. یک کتاب ظاهراً با جلد چرمی، روکش چرمی، در مجلس شورای ملی نگهداری میشه. اسم کتاب مجموعه غزلیات ترکی هست. مختصه چی این رو نمیدونم چی هست. شماره دفترش اینه و اینم یه ف نوشته 445. جزو کتاب خطیه. طول این کتاب 17 سانتی متره. عرضشو نگذاشته. ما همینجوری میتونیم بگیم که عرضش حدود 12 سانتی متر، شاید هم کمتر باشه. 10 سانتی متر. اینجا گذاشته 20 سانتی متر، یعنی 10 سانتی متر، همون که عرض کردم. عرضش 10 سانتی متر. 2 صفحه این 2 صفحه است. کتاب رو باز کرده. البته یه مقدارم اینجا چون پارگی داره، البته نه کاملا پاره نیست، به همین خاطر خیلی تفاوت معناداری در طول کتاب نمیشه. همون 10 سانتی متر اینجا یه مقدار اضافه هستشون حساب میشه. حالا اینها رو برمیگردیم بعدا میخونیم. فقط یه نگاه خیلی کلی. اینجا میبینیم که آب وارد کتاب شده، رنگ ها به هم ریخته. متاسفانه احتمالا در صفحه اولینا مشکل ایجاد خواهد کرد. نمیبینیم این مشکل رو. فقط اینجا یه چیزی نوشته شده بوده، اون رو با رنگ پاک کردن احتمالا، برای اینکه این رنگ اگر قرار بود این رو ریخته بشه هم همینطور، یعنی یه چیزایی اینجا بوده که در اثر مرور زمان و رطوبت ایجاد شده و اثر انگشت. در اینجا ما میبینیم که اون آب رفتگی اگر در صفحه اول هست، در صفحه دوم دیگه نیست، در صفحه بعدی اصلا نیست. نگاه کنید اینجاها نیست. این کتاب با یه سرخط، با یک نقاشی زیبایی اینجا چیز شده. حالا بعدا ببینید اینجا رو دوباره پاک کردن. نگاه کنید دقیقاً معلومه که اینجا رو با پاک کردن. شاید یک زمانی بشه با این دستگاه‌های بسیار حساسی که بتونن جای قلم رو، رد قلم رو بخونن، بتونیم بعدها از اصل کتاب دوباره عکس بگیریم، اسکن بکنیم. حتی ممکنه که در آینده ما بتونیم اثر انگشت کسایی که این کتاب‌ها رو خوندن رو هم تا حدودی تشخیص بدیم. در آینده احتمالاً الانش هم ممکن باشه، ولی من خبر ندارم. معلومه که در اینجا هم باز یه چیزهایی رو خواستن یعنی عمدن از بین بردن، برای اینکه این صفحه قبلی که آب اینجا ریخته بود، نگاه کنید این بالا ریخته بود، اینجا این صفحه وسط این رو و اینجا یه مقدار آب ریخته. البته اینجا هم آب ریختگی رو میبینیم، ولی اینجا از بین رفته، قطعاً از بین رفته. این بقیه از بین نرفته. البته احتمالا ما بتونیم در بیت‌های آخری، 1-2 بیت آخری اسم شعرا رو به دست بیاریم.
میبینی که پشت کتاب، یعنی پشت این جایی که انگار که قبلا یه نقاشی کشیده شده یا کاغذ دارای نقاشی بوده و بعد روی اون اومدن کادربندی و نقاشی و این حروف رو، کلمات رو نقاشی کردن، ترسیم کردن. ما اینجا صفحه بعد میبینیم این کتاب 106 صفحه هست. خیلی نمیخوام وقت بذارم، این رو با اجازهتون من هر 50 صفحه یک صفحه رو نمایش بدم که البته اینجا رو هم که داریم میریم میبینیم همون وضعیت، همون خطه. این خط زیباست. زیبایی رو بارها معنی کردم. برای من زیبایی یعنی اینکه میتونم درکش بکنم، میتونم بخونم، میتوانم با آن ارتباط عاطفی، ارتباط عقلانی، ارتباط تفکری، ارتباط احساسی، ارتباط روحی برقرار بکنم. زیبایی در اینجا از نظر من همینه، در همه چیز همینه در اصل. اگر نتوانم، اینجا یه مهر دیدم، اگه کجا بود در رفت، میخواستم ببینم این مهر چی هست. نه، مهر مجلس شورای ملیه. دوباره مؤسسه 1302. بریم صفحه، حالا اینجا 50، حدود 50 رو نگاه کردیم، بریم صفحه مثلا 80 رو نگاه بکنیم. از 80، 83، 84 همون خط، همون کادر هست و همون نقاشی پشت کتاب. این احتمالاً این نقاشی هایی که میبینید در پشت زمینه هست، احتمال میدم که اینها چاپی باشه، ولی به نظر میاد چاپی هم نیست. یعنی یه جورایی به نقاشی شبیه ولی یه جورایی هم به چاپ شبیه. یه نقاشی هایی من اخیراً دیدم در مالزی، اندونزی داشتن آموزش میدادن. اینها روی پارچه ها گل ها رو، گیاهان رو، برگ ها رو میچینن و روی این یه پارچه‌ای که مثلا میخوان حالا انتخاب کردن میذارن، بعد روی اون یه پارچه دیگه میذارن و به آرامی و با دقت این رو تا میکنن، رولش میکنن و با فشار اینها رو خیلی با فشار زیادی رول میکنن و بعد میبندن و بعد مجموعه این پارچه رو که حالا چند لایه شده داخل یک محفظه بخار قرار میدن و برای 2 ساعت میپزن و بعد وقتی این رو به آرامی و با دقت باز میکنن و این گلهایی که پخته شده رو برمیدارن، نقاشی این رنگ ها به طور طبیعی افتاده روی اون پارچه. خیلی به نظرم این به اون خیلی شبیه شد، حالا منو به خاطر به یاد اون انداخت. بریم صفحه 100 رو یه نگاهی بندازیم که ببینیم در صفحه 100 همون عین همونه، خیلی تفاوتی رو نمیبینم، خطم همون تقریبا هست. و این صفحه رسیدیم به آخر کتاب، صفحه 6 و این صفحه 7. اینجا رو اگه بتونیم بخونیم، 1340 نوشته شده، یعنی خیلی جدیده، ولی این خط کتاب نیست. این خط جدیدی که بعداً نوشته شده. احتمالاً یا یه نفر این رو به عاریت، امانت چی؟ مصطفی چی؟ چند روزی به عاریت، امانت، مصطفی چی؟ چند روز این رو به امانت داده، امانت اومده تو مجلس. نگاه کنید چقدر این تاریخ، احتمالاً یکی از این امانت هاست که در اونجا قید شده. حالا برمیگردیم کتاب رو یه نگاهی بهش بندازیم. چی؟ فریدی مصطفی مصالحی نه یه ت دیده و اینجا مستعی افندinin، فریدی مستعی افندinin اولاترید اولا ترید üzere üzere meşrute vakfidir
خلقت اول غفلت علمینجه علومیه و غفلت علومیه سنه عدم. این عدم غزلیات ترکی خیلی خوب نتونستم بخونم متاسفانه این رو. حالا بذار ببینیم از متن کتاب چی میتونیم بفهمیم. به هر حال این کتاب ظاهرا به خاطر این لفظ افندی که اونجا اومده به نظر میاد که از در عثمانی نوشته شده. نقاشی هم از یه جهتی این در دوره صفوی و در دوره افشار و بعد در دوره قاجار این که این دوتا کادر درسته در از هم جداست، ولی در عثمانی نقاشی عثمانی از این کادر بالا یه چیزهایی به طرف آسمان میره. در کادرهایی که در دوره صفوی و بعد تا اینجاها چند بار دیدیم در اونجاها این بالا نیست، ولی این کادر هست. در این حال این گلها و طرح‌هایی که داخل اسلامی میگن چی میگن حالا نمیدونم داخل این کادر را هستش، اینها هم در دوره صفوی بعد خیلی ساده و خیلی ساده هستش و خیلی ظرافت زیبایی درش کار نشده. در عوض دو رنگ هستش، یعنی سیاه و سفید. ما در اینجا این سیاه و سفیدی رو یا دو رنگی بودن رو میبینیم اما خیلی شلوغه و این دوتا رفته. برای همین فکر میکنم که این عثمانیه، ولی حالا ممکنه که نمیدونم. ای جمال آیت عنوان دیوان قدیم، لازم زلفی سنه نگون نکشینه اول دادارین. یه ذره بیا اینو من یه مقدار زاویه‌شو تغییر بدم ببینم میتونم اینو بخونم. ای جمال آیت عنوان دیوان قدیم. عجبا اینجوری باشه قشلران تغراسی بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری باید بخونیم اینه. سنی بو حسن لجر جررکن سوداده شیخ شهر. سنی بو حسن لجررکن سنی بو حسن لجررکن سوداده شیخ شهر. توبه ارزلر بنا استغفر الله العظیم. لام زلفی سنه نام زلفی. حالا اینجا یک چیزی هستش که اینجا ورق تا شده یا یه جوری چیز افتاده که این تقریبا از بین رفته. سنه نگون نکشنه اول دادارنن. ای رقیب عالی سلمکیم لا تقرب اول. اینجا بازم از بین رفته نمیتونم این یک چیزی مثل اللهم هستش. لا تقربو چی اللهم رو میتونم تشخیص بدم. خالون اول متاسفانه نمیتونم بخونم. یه مقدار توی این قضیه خالون اول من دردر سندرر کم روم و ایلان اتمسین وطن اتمیش وطن. حالا اینجا روم و چیم اتمیش وطن. زلفün ol tavusi ki gelmiş de olmuştur müntegem. احتمالاً یا من اینجوری دارم میکنم. حالا دوباره باید اینو یه چیز بذاریم راست بشه که بتونیم. مهنت و در دیل پرنم در نظامینین جزی. این مال نظامیه. کدوم نظامی هست اینو نمیتونم بدونم.
مهنت و دردی لپرنم در نظامینین جزی. اگه حالا من اینو میتونیم این شعر رو اجازه بدیم من گوگل بکنم ببینم که این شعر رو نظامی چی میگه، چون حالا یه بیتی پیدا کردیم که چی گفت اونجا، گفتش که مهنت و دردی را پرنم در نظامینین جزی. مهنت و درد ایله پر نم در نظامینین گزی. ببینیم یه چنین شعری رو میتونیم پیدا بکنیم. این نیست. متن نوحه‌های ترکی اینم نیست. کربلای محمد امین گازه جز گلاغ نه اینجا نیاورد این رو. کاش که این فارسا یه وبسایت درست کردن به نام جنجور. کاش ما هم یه چیزی درست بکنیم مثل این و اشعار شاعرانمون رو کتابهاشون رو اونجا بذاریم، مجموعه که انسان‌ها اگه میخوان بتوانند درش جستجو بکنند و اون شعر رو اون کلمه رو در اون کتاب پیدا بکنن، کار تحقیقی میشه انجام داد. پس این شعر از نظامی هست. باره ببینیم اینو میتونیم بخونیم. بازم دوباره باید این کتاب رو چرخان که بشه یه مقدار خوند. ای جمالون آیت عنوان اینو که خوندیم. nesne düşmüş yara bakırken yani bakırken kızın çeşmine. Dostlar el gudup hacet dilin takim çıga. Dost köyneyi adu oğrilerin şayet gele. Dost köyüne adu oğurlayan şayet gele. Adu oğurlayan şayet gele. Bu mesel zahir meseldir. Köyni gelmez geza. Ya köyni ya kuyini gelmez geza. Bu mesel zahir meseldir. کوینی gelmez geza. احتمالاً دارم یه جایی اینو شاید باید فرق نه دیگه دوتا نوشته، اینجوری باید باشه. عاشقی oldur ki eydil ahd eylemiş sen gerçekem. Aşığı oldur ki ahd eylemiş sen gerçekem ya gerçekem. Öldüre ey afet beni sen ahde eylemersen vefa. Eylemirsen vefa. Günde bin ger çekmek ister gelişinden göklümüz. Günde bin حالا اینجا یک گر میتونم ببینم ولی اینجا میتونم جزمک. günde bin çemek ister gelişinden gölgümüz. Dedim ol gunça dedi geçme buradan buradan zatیا غزل. این تموم شد. چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ دل düştü عالمün yine bir خوش گزاسنه. احتمالا یه چیزیه. بذارید اینو بزرگش بکنم یه مقدار شاید کمک بکنه که دل düştü عالمün yine bir خوش
پور صفاسینه، احتمالا اینجوری باشه. مایل دگل او ماه و دیلی مشتریسینه، مایل دگل او ماه ولی müşterisine. Çak etmeye ilerin xirgesin rəqib. Çak etmeye merailerin xirgesin rəqib. گردشlerse it دیشی داد. اوه نه نمیتونم، اینو یه مقدار هم کجه، هم من ضعیفم، هم خوشنویسی هم قدیمه، همه با هم دست به دست هم دادن که نتونم این کتاب رو بخونم. بذار ببینیم. نه اینجوری هم که نمیشه، دوباره اون بهتر از این بود، اون زاویه. ای ماه مهر شوگن له olmuşam helak. Eyni inayetiyle nazar kıl bir sana. احتمالا منه باشه دیگه، این باید منه باشه، اینجوری مثل سنه نوشته شده. ای ماه مهر شوگلا olmuşam helak، شوگنلا olmuşam helak. eyni inayetle nazar kıl bir منه. یا kılsan kıl سرسنه نمیشه، نه همون bir میشه، bilmene. Merdiler içre bu dert ol kan döken bünd. Levend احتمالا. Merdiler içre budur ol kan döken levend. Bu çeşmün nazar eden bir sinesine. Def gam üçün al ayğı zat ya ele. Def gam üçün al ayğı zat ya ele. Birce ölse demeye bunun gam hersine. ترسنه هم میتونه باشه، اینجا 3 نقطه هست، نمیدونم. حالا یه غزل دیگری رو نوشته، بریم ببینیم یه جای دیگه میتونیم بخونیم. ظاهرا این کتاب برای من سخته. بذارید ببینیم یه جایی که نوشته باشه غزل. Bir mur zabun etmiş nutkiyle Süleymani, ahu berre seyd edip şedelmiş Aslani, şad eylemiş Aslani. Bir peşçe degül görkem enga ile baht eyler ya bahs eyler. Bir peşçe degül gökülüm ihtimalen ya görküm enga ile baht eyler. Gafun haberin sölmez harc eylemeyip irfani. Yarasa gögülündü bir daridün. نه نمیتونم بخونم، هم کج این شعرها رو خراب نکنم خودم هم که نتونستم بخونم، خیلی برام سخت شد این کتاب. بریم یک کتاب دیگه باز بکنیم که بتونم بخونم. شاید sözlük. بهجت اللغه، اسم کتاب رو گذاشته بهجت اللغه و از فتلیه قاجار هست، در 377 صفحه. در اینجا هم میبینیم که در هر صفحه PDF یک صفحه هست که خود کتاب هم 377 صفحه هست. خطش بسیار جالب و زیباست برای خواندن. من اون کتاب زیبا بود ولی نتونستم بخونم. شاید اگر میتونستیم یه مقدار این رو درستش نگه بداریم که بتونیم بخونیم، زور بذارم حتما میتونستم بخونم ولی خب نتونستم. این کتاب ظاهرا اولش افتاده. اینجا من یه شماره بیدم 476. حالا یه نگاهی خیلی گذرا در هر 100 صفحه این میندازیم. ببینید این صفحه، همین صفحه اول رو یه مقدار کوچیکش بکنم که جا بگیره تو صفحه. ظاهرا که قد این کاغذ خیلی بزرگه، بلنده. در نتیجه میبینید
با خط خیلی زیبایی نوشته شده که قابل خواندن هست برای من، ولی این حاشیه رو نگاه کنید، خواندنش خیلی سخت‌تر از این متن برای من. میبینید که بعضی از کلمات رو به قرمز نوشته و در مقابلش توضیحاتی داده. اون کلمات قرمز احتمالاً همون لغت اصلی هستش که به ترکی هست و حالا ببینیم که در ادامه چه چیزایی رو میگه. باز همونجا میبینیم که حاشیه نویسی ادامه داره، در این صفحه هم همینطور. حالا مثلا از بریم صفحه مثلا 35، حالا اینجا 36، دوباره همین رو میبینیم که حتی در حاشیه هم اومده یک کلمه رو توضیح داده، ولی در اینجا حاشیه با خط دیگری که احتمالاً خیلی هم با این فرق داره نوشته شده. تقریبا این کتاب به نظر میاد قدیمی، خیلی قدیمی نباشه، برای اینکه این کتاب تقریبا از هر 4 طرف کتاب خیلی جا برای نقد نویسی باز نگذاشته است. بریم صفحه 80. الان اینجا صفحه 80 رو نگاه کنید. اینجا 1 2 3 4 تا لغت رو در حاشیه توضیح داده، در اینجا هم یه لغت رو اینجا بیشتر توضیح داده. احتمالاً اینها در این قسمت ها بوده، خود نویسنده یا یک کسی که بعداً خونده گفته که من این لغت ها رو به کتاب اضافه میکنم. خط همون خط هستش، حاشیه نویسی هم با همون خط هستش، ولی طرح‌هایی که برای حاشیه نویسی استفاده کرده خیلی متفاوته. بریم صفحه 150. میبینیم که اینجا خطها رو خیلی درشتر مینویسه. البته این صفحه 150 اوکی مثل سری قبله، ولی این صفحه 151 احتمال میدم این صفحه 151 رو عکاسیشو بزرگ انجام دادن، نه اینکه خود خطش، برای اینکه صفحه خیلی بزرگ شده نسبت به صفحه بالا که میتونید ببینید. عرض صفحه رو ببینید و همینطور طول صفحه رو ببینید. به نظرم میاد که از این صفحه رو مثلا 50% بزرگش کردن. بریم صفحه 210 11. همین 10 و 11 رو نگاه کنید. حالا اینجا برعکس اون جاهایی که لغت رو میذاشت و توضیح میداد، حالا اینجا میگه کلمات رو با نون و اینها، باب نون مع راء، حالا گرشت، نمیدونم را چجوری گرشت، احتمالا گارشان مثلا باشه، نمیدونم، حالا باید خوند. باب نون مع الفاء نقطه دار. حالا احتمالا اینجا حالا اینجا رو 210 یادمون باشه، برمیگردیم. اینجا ظاهرا به فارسی توضیحش، بعضی جاها به ترکی، یعنی همینجا الان باب النون مع الفاء نقطه دار نفیر، این نون هست با مع الفاء، این ف هم هست نفیر. حالا اینه میگه که نقطه دار با ف نقطه دار، ممکنه ف نقطه دار یعنی ف ممکنه داشته باشه نقطه نداشته باشه. این یه چیزی که برای من تازگی داره. نفیر به فتح اول و کسر فا، نفر به فای نقطه دار به معنی فریاد کشیدن در سد سکندری در قبول کردن وصایای دارا گوید سکندر تکب اشک تارتب نفیر. سکندر تکب اشک تارتب نفیر یا نفر دیدی کی شهنشاه گردون سریر. اطاعت یولد انزول ایلدیم. İtaat yolunda nüzul eyledim. Ney kim hakim kıldın kabul eyledim. شعر آورده که در اینجا اینجوری دیدید که یه بخشی به فارسی و یه شعر در حالا 4 مصرعی یا 2 بیتی در تایید اون قضیه آورده. این حالا اگر شد در اینجا هم دوباره اینها رو میخونیم، ولی دوباره بعد از چند صفحه میبینیم که دوباره برگشت به همون سبک قبلی. النون مع الیاء الحتی
حالا این حتی ها و اینا، این نون در زبان ترکی خیلی چیز ظاهرا دیگه میدونیم تغییر پیدا میکنه. البته بسیار بعضی از حروف، نه همشون، تغییر میکنن. حالا اینجا میبینیم که یه جمله رو برای مثلا ینی یا ینی ینی این رو مثلا نوشته، یه توضیح براش نوشته و بعد خط کشیده اصلا که این درست نیست. این رو متوجه شدیم. معلومه که وقتی کتاب رو تموم کردن یه بازبینی کردن و دیدن که این درست نیست، یه خط روش کشیده. حالا خود نویسنده کشیده یا یه کسی دیگری این رو ادیت میخواسته بکنه اون کشیده، این یه بحثیه که میتونیم این رو تمام از متخصصا بشنویم. بریم صفحه 250 ببینیم که 260 الان رسیدیم تقریبا. اینجا نگاه کنید. یاشون غانه یاشونور غانه یاشو نادرغانه بسون نونو چی میشه باشه؟ یالاماق به معنی لیسیدن و نیز یتر در کمان پیوستن، تیر در کمان، احتمالاً تیر باشه، نیز هم هست و نیز تیر در کمان پیوستن. یالاماق به معنی هم لیسیدن هست و هم به معنی اینه که یک تیر رو در کمان بذارید. اینجوری بالاشماق، یالاشماق به سکون شین، یالاشماق گرشت یعنی با هم لیسیدن. این گرشت رو نمیدونم یعنی چی، به سکون سین گرشت یا گرشت، نمیدونم این سین چجوری. اینها رو من تو زبان خیلی خیلی فقیرم دوستان، متاسفانه. صفحه 303 هستیم، 4 5 عین همون صفحات اولیه داره ادامه میده و در هر صفحه هم حداقل یه دونه چیز هست. بریم صفحه 350 رو ببینیم. فتلی قاجار خودش الان اینجا ببینیم این چی میگه. بنده درگاه فتلی قاجار قزوینی، مصنف لغت بهجت اللغت، اسم کتاب هست. جسارت می نماید که 22 جلد تألیفات حضرت امیر نظام الدین علیشیر مخلص به نوایی، علیشیر نوایی میگه، متخلص اینم باید باشه. جسارت می نماید که 22 جلد تألیفات، نگاه کنید، 22 جلد تألیفات حضرت امیر نظام الدین علیشیر المتخلص به نوایی که نظم و نثر تألیف شده است به تمام دیده شده و بلکه در نزد استاد تحصیل نموده. این آدم رفته در دست یک استادی کتاب‌های 22 گانه مرحوم حضرت امیر نظام الدین علیشیر نوایی رو آموزش دیده، خونده، مثل ما بی سواد در نیومده، برای همین اومده این کتاب رو نوشته. در معنی اشعار و لغت لازمه جد و جهد را کرده. حالا خیلی تحقیقاتی هم انجام داده درباره لغات. در این چند فرد که میرزا مهدی خان لاینحل نوشتند، آنچه فهمیده شد غرض می شود، عرض می شود. اینم غرض نیست، عرض می شود. حالا کتاب رو داده به آدم‌های مختلفی بنویسن، نظر بدن، ببخشید ادیت بکنن، نظر بدن که درست غلطه. میگه که در چند موردی که یه مرحومی به نام میرزا مهدی خان گفته که اینها لاینحل، یه مشکلاتی که قابل درک نیست احتمالاً، به این معنی. میگه اون چیزی که من از اینها فهمیدم اینه که یک منها لفظ آرانک، یکی از اونها این لفظ آرانک هستش، آرانن. احتمالاً این آران که آخر همون نون غنه هست، آرانن. در 4 دیوان نوشته شده. میگه در یک کتاب به نام 4 دیوان هست، در اونجا نوشته شده. کاتب ربط نداشته، غلط نوشته است. کاتب ربط نداشته، کاتب میگه نمیدونسته چی هست، غلط نوشته این کلمه رو.
در دواوین اربعه، در همون دیوانهای چهارگانه و سایر تألیفات این لفظ نیست. میگه این کلمه در اون دیوانها وجود نداره. چگونه میشه که در همه تألیفات در این یک فرد متوجه شده باشد؟ میگه چرا در همه تألیفات وجود نداره، فقط در این آدمی که این رو نوشته وجود داره و در سایر تألیفات نباشد، بلکه آران نیست و آنن میباشد. آنن میباشد به معنی آننگ هستش، یعنی خود کلمه آنینگ آراننگ نیست. اون هم مثل من بی سواد بوده احتمالاً، اون مثلا نون رو کشیدن و بعد نقطه گذاشتن که در کتاب ها خیلی دیدیم اینو. این آدمه که مهدی خان بوده اون رو به معنی ر گرفته و آنرانگ گفته، آرانگ گفته، آرانن. این میگه نه، آرانگ نیست و آنن ما متعلق به اون، مال اون یا مال یکی، هر کسی می باشه. در معنی و در وزن هم درست می آید. میگه هم معنیش درست هم به دلیل اینکه مضمون و معنی فرد نیست و برای ناخوشی محبوب فرد را ساختند و برای ناخوشی محبوب فرد را ساختند. یعنی ای نوایی در دریاچه بلا مهلک بوده است. کیم آنن ضعف، احتمالا شعره این. ای نوایی در این رو حالا میخوام تلاش میکنم که با اشعار نوایی یه چند تا آشنا شدیم دیگه. نوع کلماتی که به کار میبره جغت‌هایی هستش. حالا میخوام اون رو به اون شکل درک بکنم که ای نوایی عددی مهلک بوده است. به نظرم میاد که ای نوایی درد یارچه بلا مهلک بوده است. کیم آنون ضعف اتکانی اشاقنی ایلار. هلاک یعنی ضعف کردن اشاق و اشاق را هلاک می کند. بالقطع آرانگ غلط است. بالقطع آرانگ غلط است و آنن می باشد. و منها فرد ثانی به فرموده میرزا مهدی خان مرحوم لاینحل است. معنی مطابق نمیاد. و منها دو فرد ثانی که لفظ حالا این دیگه از اینجا به بعد کتاب میاد اون نقدهایی که براش نوشته شده اونها رو بررسی میکنه. حالا اینجا در مورد انواع تا صحبت میکنه. اینها خیلی جالبه برای منی که نمیدونم. این کتاب برای من خیلی مهم خواهد بود، برای اینکه با انواع حروف و انواع اینها آشنا بشم. به نظرم برای من جالب خواهد بود. ببینید مثلا زال نقطه دار، راء گرشت، حالا هر چی هست نمیدونم، باب از زاء نقطه دار و باب از سین بی نقطه. سین مگه نقطه داره به بی نقطه است؟ حالا من اینو رو نمیدونم. ساره ساری شهری در منزل، ولی اینجا نگفته ساری، گفته ساره. ساره یه ساکنه، ساره شهری در مازندران. بریم صفحه آخر کتاب رو ببینیم. به نظرم کتاب اینجا هم همونطور که میبینیم هم در اول و هم در آخر کتاب با یه نقص مواجهیم، ولی هو الله تعالی رو حالا برمیگردیم اینو میخونیم ببینیم که این چی میگه. خب من اول کتاب برمیگردم، همونطور که عرض کردم اینجا نوشته 476، احتمالاً تا اینجا 486 صفحه بوده از بین رفته. من حالا تلاش میکنم که یه شماره دیگری ببینم از این صفحه. اینجا احتمالاً 478. این 8 چی بود؟ 476. بله جفت اینها رو شماره گذاری کردن. معلومه که این صفحه تا 476 یا از بین رفته یا جلد اول کتاب بوده. خب ما این رو حالا بذار ببینم. بله همینطوره. اینجا هم دوباره
ما با یه عدد دیگری روبرو هستیم که خیلی هم خوانا نیست برای من. حالا یه کلمه گفته بوده، میگه به کسر اول و سکون یا و زای نقطه‌دار و زای نقطه‌دار فهمیدن و نیز ترشح کردن. حالا چی بوده؟ احتمالاً سزماق. من حالا اینجا سزلماق رو نوشته، اونو میگم سزماق. به کسر اول سز و سکون یا سز، نه اینجا یه سزماق و اینجا مثل سزلماق، عین همینه. بله سزماق به کسر اول سزلماق به کسر اول و زای نقطه دار، یعنی میخواد زای نقطه دار، حالا من متوجه دارم میشم، یعنی به محروم که این ر نیستش، ز هست، اینو میخواد بگه. یا سزلماق به کسر اول و زای نقطه دار یعنی نقش شدن. سزلماق نقش شدن. سزلماق اینجا سزلماق به کسر اول و زای نقطه دار، هر دوتا کسر دارن، یعنی فهمیده شدن. سزنماق دوباره اونجا اون که رو یه بار پاک کردن، یه چیزی نوشته شده بوده اون رو پاک کردن، دوباره نوشتن با یه قلم دیگر، یعنی اون کلمه قرمز نوشته شده، بعد اون رو پاک کردن، که رو هر چی بوده پاک کردن و دوباره یه کاف با رنگ سیاه اونجا نوشتن که خیلی به راحتی میشه متوجه شد که اینو پاک کردن. و این حالا اینجا یه چیزی مثل ساکن هست، احتمالا سزنماق به کسر اول و زای نقطه دار سکون یا و نون یعنی ترشح شدن. سزنماق. سزغرماق به کسر اول و سکون یا و نون یعنی نقش کردن با نوک کارد و امثال آن و نیز به معنی گداخته شدن می باشد. سزغرماق. سز به کسر اول یعنی شما، ایدونوز بی شما و نیز. چی؟ شما ایدونوز، شما ایدونوز، شما ایدونوز بی شما ایدونوز یعنی چی؟ امر از نقش کردن و فهمیدن و ترشح نمودن. خب اینها خیلی تخصصیه دیگه، با در توان من نیستش که بتونم توضیح بدم، به خصوص که این کتاب رو من از اول نخوندم. کاش که مثلا، البته از همینجا هم بخونیم، میگه که از هر کجا که بتونید چیز بکنید منفعته. از همینجا هم اگه من یا یکی مثل من بخواد بخونه، به تدریج این کتاب رو میفهمه. خیلی سخت ننوشته. درسته به فارسی نوشته بعضی از کلمات رو، ولی کلمات رو میخواد به فارسی به فارس زبان ها بگه چی هست. حالا مثلا سمیز به فتح اول یعنی فربه، چه شد ما؟ احتمالا سیمین باشه، این سمین، سیمن، سیونماق، سیونگماق به کسر اول و نون و سکون یا و قاف یعنی شکست حال و شکست دل و ناتوان شدن. سنگماق احتمالا باشه، سنگماق. من اینو حالا چون اون معنی رو متوجه شدم، سنگماق به معنی لاغری هم در آذربایجان به کار میره. بریم یه صفحه دیگه، مثلا بریم صفحه 36 رسیدیم. ببینیم اینجا از گاوش صحبت بکنیم، ببینیم گاوش چیه. حالا اینجا در اصل داره صداها رو با نوشته میده، یعنی استانداردش میکنه. گاوش به ضم واو یعنی وو. گاوش امر است، فعل امره. از موافقت کردن، گاوش چی بگیم؟ ملحق شو.
به معنی ملحق شدن، ولی اینجا گفته موافقت کردن هم هست. مثلا رأی داره، میگم گاوشتو، فلان کس بیزه گاوشتو رأی داد، مثلا موافقت کرد. و جفت شدن، گاوشماخت دوباره مثلا دو نفر که از هم دور بودن به هم رسیدن، دو تا عاشق مثلا، گاوشتولار، موافقت کردن و جفت شدن. در 4 دیوان، حالا اینجا یه کلمه نوشته که یه 3 نقطه هم بالاش گذاشته، نمیدونم این 3 نقطه بالای دال چی میتونه باشه. گوید دمه دیمه، گوید دیمه هجریمدن نوا، احتمالا شعره. گوید این من چیز خوندم، گوید 3 نقطه دیمه هجریمدن نوایی غمسız irmaz bir zaman. Değme hicrimden nevai gamsiz irmaz bir zaman. İstesanın kim gamdin ayrılgay anın. birle گاوش. حالا این گاوش این ادامهش داشته، من ایستادم. İstesanın kim gamdin ayrılgay anın birle گاوش. حالا غم هر کی رو که میخوری با اون به اون برس. گاگالمش چیه؟ به سکون لام. گاگالمش به سکون لام یعنی کوبیده، ازیلمیش کوبیده شده، و زده شده، به هم زده. یه چیز رو مثلا تخم مرغ رو به هم بزنید. گاگالمش جالبه. در 4 دیوان گوید دوباره مثل همون، گوید 3 نقطه به جای 2 نقطه روی هم 3 نقطه بالای دال گذاشته، یعنی که داره میگه گوید نی سودمدی ayağım din tikin çıkmak leyk ey müşfik. Ney südemdi ayağım din tikin çıkmak leyk ey müşfik. Ki taşlar bile küksümna gagalmış hicr mismarı. حالا من این شعرها رو خیلی هم اینو لااقل بزرگش نمی‌کنم که به یه مقدار چشمم راحت‌تر ببینه. شعر رو گوید گلاق دریغ، حالا این چی بود؟ گاگالمش رو خوندیم، اینجا گاوشمش به ضم واو و واو مجهول و سکون شین، حالا شین گرشت نمیدونم، یعنی موافقت کرده است. گاوشمش موافقت کرده است. در 4 دیوان گوید گلاق دریغه خریدار دی، گلاق دریغه خریدار. دریغ احتمالا دروغ همون باشه، احتمال میدم، نمیدونم بگم درسته، دارم درست میگم. گلاق دریغه خریدار دی yüzünün acep irmaz, nişat eyle arakim zöhre müşteriğe kavuşmuş. بریم صفحه 73 اومد. بذار ببینیم اینجا باب الگاف مع المیم، الگاف مع اللام. احتمالا این گاف ها با حرف اول گاف، حرف دوم مثلا ف هست. الگاف مع الفا. نگاه کنید اینجا گفچاق البته و گپچاق، هر دوتا رو نوشته. گفچاق و گپچاق هر دوتا رایج بوده. به کسر گاف و سکون فای نقطه دار و جیم پارسی بالالف کشیده. جیم پارسی با الف. حالا پارسی نگاه کن، جیم پارسی این چه نوع جیمیه نمیدونم. پارسی بالالف کشیده و به گاف رسیده. دشتی از سرحد جرجان، طول 400 فرسنگ. خود 400 رو هم 4 با 2 نقطه روی زیر هم نوشته.
طول 400 فرسنگ، عرض 200 فرسنگ. وجه تسمیه آن که اوغوزخان با براق جنگ کرده، شکست خورده و در حین فرار میان رودخانه افتاده بود. اتفاقا زن حامله که شوهرش در جنگ کشته شده بود در میان درخت مجوف وضع حمل نموده. در آن منزل اوغوزخان شنید و بر او دل بسوخت و آن فرزند را به فرزندی خود قبول کرده. گابوخان نام نهاد و به تحریف بقچاق اشتهار یافت. به گفچاق اشتهار یافت و او روسیه واو روسیه و اکثر ایلات دشت را تابع خود ساخت. او را به کنار اتل فرستاد و 300 سال در آن سمت پادشاهی کردند و نام طایفه و از نسل او نام پسر تنگیزخان ابن اوغوزخان. ببینید پسر تنگیزخان، نمیدونم این تنگیز همون تنگیزه یا چنگیزه، نمیدونم اینو، ولی به هر حال یه چنین چیز داستان جالبی در مورد قبچاق و اوغوزخان و یه چنین چیزی نوشته که بالاخره میرسه به پسر تنگیزخان. اینجا دوباره میبینیم که باب الگاف مع اللام، حالا مثلا نوشته گلتبان یا غلطبان، احتمالا یکی از اینا باشه. گفته به فتح اول و سکون لام. گلتبان باید باشه حالا. و فتح تای ترام گلتبان اینجوری می نوشه. البته بعدن اینو خط زده، گفته که این درست نیست. این رو خط زده و گفته که درست نیست. گلماق به فتح گاف و سکون لام طایفه از مغول در شمال دشت قفچاق می باشد و نیز گلماق یا گلماق نوعی از سلیح است، یک نوع سلاحه و جبه می باشد. سلیح و جبه هم هست و آن بارچه های فولاد برگ یه نوع پارچه‌ای که مثل برگه ولی از فولاد آهنه. حالا اینجا قلج رو هم نوشته، توضیح داده اینجا. و سیگلی بر روی هم دوخته در جنگ، مثل زره که دیگه دیدیم، مثلا مثل اون باید باشه، یه چیزایی مثل اون. من اینجا گلاش رو هم میبینم که یا گلاش. دوباره اینجا ببینیم گلاش رو چی نوشته بوده، مثل کلاش که الان داریم. ببینیم گلاش چی میشه. گلاش به فتح الف مرد بینام و ننگ و لوند و بی خیر در حیرت الابرار گوید. در یک کتابی اومده این شعر رو آورده. و اوچ آتار عشق بتون چاشنی ایل شهیقه عاشق گلاشنی. حالا بریم صفحه 100 اومدیم 136. گرکükdür. گرکülüktür. به فتح کاف پارسی و ضم کاف پارسی و لام و دال یعنی دیده نیست و مشاهده کردنی است. دیده نیست، قابل دیدن نیست. گرکülüktür و مشاهده کردنی است. دیدنی است و مشاهده کردنی است. اینجوری دیدنی قابل دیدن هست و قابل مشاهده. گرکülüktür یعنی قابل دیدن و قابل چیز هستش. و نیز باید دید در فرهاد شیرین گوید دیده اولیاخ یان جیابت
sürüklüktür dedi. Al yan جبت، حالا اینجا نمیدونم ت هستش، یه هستش، الف هستش، چی هستش این جبت sürkülüktür. Bu iş gervaqe olsa görüklüktür. Bu iş gervaqe olsa görüklüktür. Kömülür به فتح کاف پارسی و ضم و میم و لام یعنی دفن میگردد و زیر خاک میرود. gömülür. حالا احتمالا این به فتح کاف پارسی، احتمالا کاف پارسی منظورش گ هستش، از عربی جدا میکنه. gömülür به فتح کاف پارسی و ضم و میم و لام و ضم یعنی مو و لام لو یعنی دفن میگردد و زیر خاک میرود. در لیلی و مجنون گوید میوه یغاجیغه سیم akülür andak ki derem ara gömülür. این تقریبا منبع این لغتنامه کتاب‌های 22گانه امیرعلی شیر نوایی هستش. خیلی جالبه. اگر یکی مثل من این کتاب رو بخونه، اون 400 صفحه اولش هم بتونه پیدا بکنه، میتونه خوب بخونه، میتونه مثل تو زبان قدیمی جغتای متخصص بشه. بریم صفحه 200 ببینیم که چه خبر. البته اینجا یه چیزی دوباره اینجا من میدم که کیرشان من میدونم در زبان ترکی چی هست. در آذربایجان یک نوع وسیله آرایش زنانه هست. حالا به کسر کاف تازی سفیداب را گویند، همون که من گفتم. به لغت دیگر هم گویند و به قلم آمده است. حالا به یه چیز دیگری هم میگه که احتمالا میگه نوشته شده، ولی حالا احتمالا چیز میکنه، ولی اینجا دوباره روی این خط کشیده. نمیدونم چرا، چون کیرشان من تو آذربایجان به همون معنیه، به همین معنی که اینجا نوشته. به کسر کاف کیرشان تازی سفیداب را گویند، به لغت دیگر هم گویند و به قلم آمده است. احتمالا کرج bizde de var. هنوزم در آذربایجان به کار برده میشه. ببینیم اینجا کرج یا کرج به کسر کاف پارسی و سکون را و جیم ابجد به معنی کج باشد که در عمارت به کار برند. این در ساختمانسازی میگه به کار میره. کرج یعنی کج. کرج البته کرج. گزماق به فتح کاف پارسی و سکون زای نقطه دار سیر کردن و گشتن. گزماق البته گزماق. گزدورماق یکی رو میبری برای گردش، به فتح کاف پارسی و سکون زای نقطه دار یعنی گردانیدن. گزشماق به فتح کاف پارسی یعنی با هم گردیدن. گزشماق همدیگر رو گردوندن، البته چون این دو طرفه هست برای چیزه، با هم گردیدن نمیشه. البته میشه گزشماق یعنی با هم بریم بگردیم، گزشماق بکنیم یعنی دوتایی همدیگر رو ببریم. اینجوریه، به این معنی است. من تو رو مجبور میکنم، تو منو مجبور میکنی، پاشو بریم مثلا دوتایی میریم برای بگردیم. بریم صفحه 200 ببینیم که 200 چه خبره. برای اولین بار حال خود سفر رو بریم. مولی به ضم اول و واو مجهول
حرامزاده. مولی حرامزاده را گوید. مل. حالا ببینیم این چی هست. کاش میتونستیم ببینیم این منکراشیب. من کراشیب شیب به ضم اول و سکون نون من و کاف پارسی منگرا. منگراشیب ناله کرده است. منگراشیب احتمالاً از انگلیسی از هندوستان رفته به اینجا، نمیدونم. و غمگین بوده است. حالا غمگین رو خط زده. به غیر در 4 دیوان گوید kimse yarı birle hoştur gam yeşip gam yeşip mingiraşıp yatsa gahi tırmaşıp öldürse gahi yandaşıp. جالبه این مولی حرامزاده خیلی جالبه. مل به ضم اول و واو مجهول به معنی محتاج و حاجتمند. مل خیلی جالبه. در حیلت الابلار گوید kaflarının ilki çu birdik bulup mul munka hatem ana bir mak bulup. مول. البته اینجا روی مول یا مول گفته. البته موانگا مول موانگا مل موانگا هاتمانا آنا بیرماک بلوب. در حالا ببینید این کتاب یه لغتنامه هست از جغاتای، در حقیقت از ترکی جغاتای به فارسی آموزش داده میشه که چی هست. یانگماک یا دا یانماک. یانگماک نوشته، این احتمالا یانماک به سکون نون و کاف پارسی. یانگماک یانگماک یعنی به غلط انداختن و بیهوده مبهود کردن. یانگماک یانگماک. یه چیزی هست در این باره، یه چیزی ذهن من میاد ولی کاملا روشن نمیاد. که یه مثال، یانکنماک. یانکنماک به سکون نون دیگر و کاف پارسی و سکون یا و نون دیگر چیزی را غلط و خیت کردن. یانکسلاماک، این یانسلاماک احتمالاً باشه، تقلید کردن. بله. بریم صفحه 300 رسیدیم تقریبا. بذار ببینیم اینجا چی شد. تیگورسا یت گورسا به کسر اول و سکون تای یت و ضم کاف یت کورسا. یت کورسا پارسی یعنی که برساند و اگر بیاورد یا برساند. در 4 دیوان گوید آیلاب سلاسل آرزو آرتار جنونم مو بمو. آیلاب سلاسل آرزو آرتار جنونم مو بمو. ناک نسیمیم ناک نسیم مشکبو تیگورسا سازلگون. نمیتونم این جغاتهای خیلی سخته، خودشون که لغت دیگه. رسیدیم 350 رو ببینیم چی هست. فتحعلی قاجار رو خوندیم دیگه، حالا دوباره رسیدیم بهش. اینجا یه چیز دیگری گفته بود که اشاق منها حاله در آنجاست. معنی لغت مضبوط به معنی دم مرگ. حاله
می باشد و لغت فارسی است. برای توضیح عرض می شود لفظ حال به معنی دم مرگ است. او حال به معنی دم مرگ بوده. پس این که های حوض به آخر لفظ اذا آورده است، آخر غزل ردیف های حوض بوده به سبب آن حال میگویند. لفظ حالی هم که در فرد مزبور می باشد به معنی فیلفور آمده، در این صورت معنی درست می آید. یعنی الان فیلفور که میسر می شود با آن میخوش حال و ممکن است. بریم صفحه آخر. فکر کنم بیش از 1 ساعته که بله 1 ساعت و 5 دقیقه است. ببینیم این صفحه آخر یه چیزی در رابطه با، البته کتاب ناقصه، چون ناقصه فقط لغت دیگه، آخرین لغتش هم اینه که ناقص میمونه. اصلا خود جمله رو نگاه کنید. آستغ به سکون سین بی نقطه و کسر تای فرشت، زیوری که زنان ناقص موند. بقیه کتاب نیست. امروز 2 کتاب رو تلاش کردیم بخونیم. یکی غزلیات بود که به خاطر وضعیت کتاب نتونستیم بخونیم راستش، و حقیقتش این که و همچنین به خاطر خطش، هم به خاطر اینکه این کج کتاب نمیشه این رو من نمیتونم، بعضیا میتونن. کاش مثلا یه نرم افزاری بود که میتونستیم اینو نیم تغییر بده تا ما بتونیم این رو مثلا یه مقدار به الان این حالت یه مقدار به سمت چپ بچرخونیم تا یه مقدار چشمان من و مغز من که ثابته خیلی تغییر نمیکنه با تغییر زاویه کتاب رو زاویهش تغییر بدیم که ذهن من بتونه بخونه. دومی که خطش، و سومی که کتاب یه مقدار اینجاش سابیده شده و بعضی جاها خواندنش سخت‌تره. و کتاب دومی که تلاش کردیم بخونیم این کتاب لغت بهجت اللغت هستش که فتحعلی قاجار نوشته. ظاهرا این کتاب حداقل 3 جلده، یا اینجوری باید گفت که حداقل 3 جلده، برای اینکه یه جلدش که حدود 300 و 400 صفحه افتاده از اول ما ناقص وارد کتاب میشیم و آخرین جمله هم دوباره ناقص. این نشون میده که کتاب خیلی ادامه داره و ما اون رو هم نمیبینیم. هر دو این کتاب، حداقل این کتاب بخشش به زبان فارسی هست در توضیح لغت‌ها که خود لغت‌ها ترکیه به نظر من جغت‌هایی هست، ممکنه یه جای دیگه باشه، ولی منبع لغت‌ها رو خودش گفته که از کتاب مرحوم امیرعلی شیرنوایی، کتاب‌های 22گانه اون، این لغت‌ها مجموع لغت‌ها رو از اونجا در آورده. در نتیجه وقتی که میخواد لغت رو توضیح بده در زبان ترکی، یه شعر یا متنی که در یه جایی از اون کتاب‌های 22گانه نوشته شده اون رو به عنوان منبع این سخن میاره. احتمال میدم چون این کتاب خودش 22 جلده، کتاب اصلی که امیرعلی شیرنوایی داره، احتمال میدم این کتاب هم حدود 10 جلد باشه، شاید هم بیشتر، به خاطر اینکه تمامی لغت‌هایی که اونجا هست رو تلاش میکنه بیاره و با یه جمله شاهد هم بیاره براش. در نتیجه این کتاب هم خیلی طولانی خواهد به نظر من. حالا ممکنه بگید که در اون 22,000 جلد که 22 جلد که همه کلمات که تازه نیستن، کلمات خیلی از کلمات تکراریه. درسته، این درسته، در هر کتابی کلمات اصلی ممکن 10,000 تا 20,000 تا باشه، بقیه کلمات ممکنه 200,000 300,000 کلمه شاید هم بیشتر باشه، اینها تکرار میشه هی. ولی همون اون کلماتی که در هر کتابی وجود داره اگر اونها رو جمع بکنه و براش بخواد در زبان فارسی برای هر کلمه 1 خط نیم خط توضیح بده و بعد برای اکثرشون مثلا برای هر کلمه چه اینجا میبینید حداقل یک سطر توضیح داده، بعضی ها رو 3-4 سطر توضیح داده، بعضی ها رو 10 سطر توضیح داده. این نشون میده که خود این کتاب ممکنه که
مثلا برسه به حداقل 5 جلد 6 جلد 10 جلد، نمیدونم، باید برسه به این قدر برسه. ولی به هر حال ما در اینجا این کتاب رو فقط این رو داریم. احتمالاً این دوستانی که این کتاب رو آپلود کردن احتمالاً بخش های دیگری از این کتاب رو هم آپلود کردن که من دیگه سراغ ندارم یا دانلود نکردم. ممکنه که پشت سر هم آپلود کرده باشن، گذاشته باشن تو تلگرام و وبسایت و اینها، ولی من فقط این جلد روشو میبینم. حالا اگر یه نگاهی هم به اینجا بندازیم، این سوزدیک بهجت اللغه بود دیگه، من اینجا نمیبینم بقیه. احتمالا من دانلود نکردم، ممکنه در اونجا وجود داشته باشه. بسیار بسیار متشکرم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم موفق و مؤید باشید و تلاش بکنیم که زبان ترکی رو خوب یاد بگیریم. و این خوب یاد گرفتن نه اینکه در یک روزه و یک ماه و 3 ماه میتونیم یاد بگیریم، در اثر خوندن زیاد و استقامت در خوندن کتاب ها، و اون هم کتاب ها نه مثل من که الان دارم از هر کتاب 1-2 تا صفحه، 10 تا صفحه، 20 تا صفحه میخونم. نه، باید یک کتاب رو سطر به سطر از اول تا آخر خوند تا با مجموع مفاهیم و کلمات اون انس گرفت، عادت کرد، یاد گرفت. ولی من این کار رو میبینی که نمی کنم، به خاطر اینکه در مهندسی جهل در دنیا و به خصوص در ایران و ترک ها، همه جای ترک ها، عثمانی باشه یا ترکیه امروزی باشه، آذربایجان باشه، ترکمنستان باشه، قزاقستان باشه، هر کدوم این، بلغارستان باشه، ما تحت اشغال سرزمینی، عقلی، زبانی، کتابی، تاریخ، تمدنی هستیم. در نتیجه اغلب ما فکر میکنیم که ما ترک ها، پدران ما هیچ چیزی تولید فکری نداشتن و ما با اونها چون نمیدونیم و به اجازه ندادن بدونیم جاهل بار اومدیم. و اینکه خطا رو عوض کردن در آذربایجان و در ترکیه و در ترکمنستان و هر جای دیگری که فکر میکنید خط ما ترک ها رو عوض کردن. یا ما رفتیم فارسی بخونیم، فرقی نمیکنه که فارسی بخونی انگار رفتی مثلا یه زبان دیگه میخونی. مثلا ما فکر ترکی برای ما مثل یه زبان بیگانه شده، الان نمیتونیم بخونیم. خب چون که فارسی رو به ما به زور آموزش دادن. آذربایجان روسی رو یاد گرفته، نمیدونم، و خطش هم شده لاتین یا کریل. ترکیه خطش شده مثلا لاتین، اون یکی هم همینطور کریل و لاتین و اینا شده. و چی شده؟ ما هم به نوع خط و هم به گذشتمون جاهل بار اومدیم. و راهش اینه که بدونیم و ایمان داشته باشیم که این کتاب ها رو نخونیم یاد نمیگیریم زبانمون رو، ولی بدونیم که غلط هم خواهیم خوند. و این غلط خوندن غلط ها در یک متنه که یواش یواش اون کتاب ممکن در سطر اول غلط بخونیم، در سطر دوم و دهم و 20 غلط بخونیم، ولی در سطر 100 یا صفحه 100 اون کلمه‌ای که غلط خونده بودیم رو به ما یاد خواهد داد که درستش چی هست. یا در چند کتاب پشت سر هم ما با صدا یه جایی با یه صدای اون صداگذاری خواهد شد و صداشو یاد خواهیم گرفت. و به این تدریج هم با زبان خودمون، با خط خودمون، با خط اختراعی خودمون، نه خطی که روس‌ها یا ارمنی‌ها برای ترک‌ها یا چینی‌ها یا فارس‌ها و غربی‌ها یا هندی‌ها یا پشتون‌ها برای نسل شیر علی نوایی مثلا اومدن چیکار کردن؟ تحمیل کردن. به هر حال راه ما از همینجا میگذاره که مثل علم عمل بکنیم. علم حاصل چی هست؟ حاصل تجربه، تکرار، آزمون و خطا. هی آزمایش کردن، دیدن خطاست، هی درستش کردن، رفته. ما هم هی کتاب رو میخونیم میبینیم که اشتباه کردیم، نتونستیم بخونیم، درست نخوندیم، هی میریم دوباره اصلاح میکنیم، هی درست میشه. یواش یواش به تدریج یه روزی متوجه میشیم و بیدار میشیم، میبینیم که نه، زبانمون خیلی خوب شده. قطعا هیچ زمانی عالی نمیشه، عالی نمیشه، من خودم رو میگم. ولی خب دوستانی هستن که احتمالاً مغزشون خیلی قدرتمنده و میتونن در یه مدت کوتاهی راه بسیار بلندی رو برن. و مثلا من بعضی از دوستان بزرگ علمای
ترک رو میشناسم، مثل خدا طول عمر بده انشالله دکتر ضیا صدرالاشرافی مثلا. مغز چیز نیست، مثل کامپیوتره که شما اینترنته، شما گوگل میکنید سریع میاره هزاران مطلب در اون مورد. یه حافظه مصنوعی، ولی حافظه دکتر ضیا صدرالاشرافی خدا طول عمرش بده این واقعا مثل کامپیوتره. یعنی شما تایپ میکنید اونجا جواب رو براتون 10 ها صفحه میتونه براتون در اون مورد توضیح بده. یه مغزهای اینجوری هم هست. همه مثل من نیستن که مغزشون عادت نکرده و دیر عادت میکنه و دیر یاد میگیره و دیر به خاطر میسپاره. خیلی هستن که سریع وقتی یه صفحه رو میتونن انگار عکاسی کردن این رو نگه میداره تو مغزش، اون نام کتاب اینها رو فراموش نمیکنه. به هر حال روزتون بخیر.